رستوران ها توی میکردین جوانای حیوان بجازی ما من حیوانیت این نیست. بنابراین عزیزان من این توی ها از اسلام نیست. در توی ها عرق دادن اینم از اسلام نیست. توی عبادت است، توی سنت است. باید ما این عبادت این سنت بر وفق شریعت گذرانیم. غذا خورن یک کسی خوب یا دایره زند یا رباب گیرد یگان نهد خواند یگان سخنای اخلاقی خواند. آخر یک شعر خواندن در کارکی وای اخلاق داشته باشد، وای برای شنونده یک تاثیر فایده‌ناک داشته باشد. یک خانه غزل زرد اما در توی رقاصه بیاریم پول داده و ارگوش رو بدو جوانای مست و عادت درگیر دیوای حیوحی کنند. مگر این غضب خدا نیست؟ این لعنت خدا نیست؟ حالا در فتواها میگوید که تا کسی یک زنه که بر بیرون رقص برارد، بین مردم رقص برارد، کسی که تماشا میکند همش در لعنت خدا گرفتار میشود. حتی صاحبی مسلک میگوید که از یک زنی رقاصه رو در میدان در آوردن اهل همین محله را هم برش کسی کشد، به گناه کشد. گناه این قاتل آسان تر است از گناه این دیدن، زیرا که وای همه شهید شدن، قاتل خودش گناهگار. اما این زنی بدبخت رقاصه همین تماشا بنا را در عذاب خدا گرفتار کرد. عزیزان من این چشمای شما صاحب دارد. این چشم خدایی که به اختیار تو داده است، پول ندادیش. برای یک پردی چشمک تو گرفتن میبینی $1000 میتی، برای یک عینک گرفتن میری $300 میتی. این چشمی که خدا به تو داده است به هیچی و به پول خیال میکنی تو زنکای رقاصه رو تماشا میکنی پگه این چشم جواب شنویتی؟ نه این چشم ها امانت هست. حرام است در توی رقاصه آوردن. توی بچه با بچه ها خورسندی کنن، عروس با دوگانه هاش خورسند. این از خورسندی مسلمانی. عزیزان من پیغمبر خدا گفتن اتقوا الخمر ام الکبائر، از عرق پرهیز کنه که وای مادری تمام پلیده هاست. اون ملعون که نوشیدنش گناهکار شد، به ایمان شد، بچهش کش، یک عمر میسوزد خونی گناهکار شد. چه فایده کرد از نوشیدنی او؟ مگر همین قدر نوشابه ها. عزیزان من جای عرق گرفته نمیتوند. آخه امروز کالا برآمده است، آب زلال برآمده است، دابری برآمد، قورستان نخواد که یگانتی همین جای همون پیشاب گرفته نمیتوند. حتی از وی پیشاب حلال تر است. کدامت عرق نوش قومای عزیز همون پیشاباتون در توالت داره گیره دستگان نوشه هوای خوب تر است، هم سلامتی تان فایده دارد، هم اخلاقتان ویران نمیکند. نخوام مسلمان عرق خوره. پیغمبر خدا گفت لا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن. کسی عرق می نوشد وای مسلمان نیست. این پیغمبر گفت از این اختیاری من ده نیست. بنابر ملا و اشانایی که عرق خورا را در حالت مستی بردیان جنازه میکنن، والله این ملا و اشانا را خداوند همراه همه عرق خورد پگه دوزخ می سوزد. رگوی جنازه درست نیست. اسلام دینی ترسانشکار نیست. اسلام دینی خوشامد نیست. اسلام دینی خدا هست، صاحبش خدا هست، حکم فرماش خدا هست. ما باید حکم خدا را اجرا کنیم. پیغمبری ما از روزی که رسول اکرم شدن و به عالم مبعوث شدن ضد عرق مبارزه بردن. این امر خدا هست. ضد عرق مبارزه بودن. چو عرق می نوشن بچه‌ای، چو جوانای امروز اکنون این مصیبت کمتر نبود. مادر تاجیک عرق می نوشد. من هفته گذشته یک آدمی منصبداری کلان نامش گفتم به خاطر خجالت میشد آمد از نزد من، زنش 3 طلاق کرده. پرسیدم سبب طلاقی باش، گفت والله من شرم میدارم. گفت من ایزا میکشم به همین آبرو همین واقعه رو گویم. زنش ویچر میرد دوگانش هم ویچر رجدینش از او سم مینوشد مست میبیاد. زنی تاجیک صاحبی 3 فرزند از او سم مست میبیاد. میگه خانه آمدم از کار. گفتم کجا بودی؟ میگه گپ زد دهانش بوی عرق کرد. اما تو مسلمانی نخواه عرق نوشی. های نوشیده میگه چیکار داری؟ خوب چیکار؟ خیلی 3 طلاق کردم بود. میگه وقتی که مادری که عرق نوشد وای دیگر میتواند به جامعه فرزند تیاد، وای میتواند به جامعه فرزند صالح تیاد، وای میتواند به جامعه فرزند دیگر با آداب تیاد. مادری که عرق نوشد. بنابر عرق حرامه. کسی او را حرامیش شوخی میداند و می نوشد
والله وی کافر است وی زنش طلاقه وی نکاح نیست وی جنازه. بنابر من از ملاهای خواهش میکنم، ملاهای نکاح کرد، دامادایی که در وقت نکاح مست میبیایند و یار نکاح نکنید و یار خواستم قبول کردنشان درست نیست، زیرا که مست است. حتی فتواها میگه من شرب الخمر و ساده لم یحل صیده، کسی عرق نوشید در حالت مستی اگر شکار کند، خواه چنچک میپراند، خواه صید میپراند، خواه آهو، خواه کب، صیدش حرام است. و من شرب الخمر و ذبح لم یحل ذبیحته، کسی عرق نوشید در حالت مستی اگر کشد مال گوسفند گاو کشد، گوشتش حرام است. و چگونه نکاح این جوانی مردی عرق نوشیده که در بهترین لحظه حلالی جای این زن از وای حلالتر برای مرد دیگر چیزی نیست، از وای فرزند میشود، وای آینده زندگیت است. در همون حالت که مست شده تو میبیایی عروس و دامادی را خواستم قبول میگویی وای چطور نکاح میشود؟ بعد بنابر عرق حرام است عزیزان من، ننوشه. رسول اکرم گفتند من شرب الخمر، کسی عرق می نوشد خداوند او را از شرابی زقوم دوزخ می نوشاند. زقوم دوزخ عزیزان من کسلاته است. مفسرین کرام میگویند کسلاته است که مثل کسلاته که امروز است، درست هر چی پرتوی می سوزد نابود می شود. کسلاته است که خداوند صدها هزار گرادوس این وی قطعاتا کرده است. اگر این کسلاته را انسان استحصال کرده باشد، وای کسلات زقوم دوزخ خالق انسان استحصال کرده است برای دشمناش. از هوای می نوشاندش که به مجرد نزدیک آمدن همه گوشت و پوست و روش داخلش به دیگه همش پاره پاره شده ریخته می رود. از این شراب دوزخ خداوند وی می نوشاند. بنابراین عزیزان من عرق ننوشید، عرق خدا حرام کرده است. نگوید که او از آب انگور است و از دیگر چیز است. هر چیزی که مست کننده است، خواه عرق است و خواه نشه، خواه گیراین است و خواه نرکاتیک، همش از نظر اسلام یک حکم دارد.